سلام، خوش اومدی به خمیازه. اینجا جاییه که فقط کافیه چشماتو ببندی، نفس عمیق بکشی و اجازه بدی داستان آروم آروم تو رو ببره به سمت خواب. یکی بود، یکی نبود. غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. بعد اذان مغرب تهران یه جور دیگه نفس میکشید. صداها آروم میشدن. انگار شهر خودشو جمع و جور میکرد. آسمون نه کاملا تاریک بود نه روشن. یه رنگ بین آبی و خاکستری. دکانها یکی یکی کرکراشونو میکشیدن پایین، بی عجله، بی سر و صدا. صدای قدم ها روی خاک کوچه ها نرم بود، مثل راه رفتن روی فرش کهنه. از یه خونه بوی نون تازه می اومد، از یکی دیگه بوی چای دم کشیده. بچه ها دست مادرشونو گرفته بودن و خسته ولی راضی راه می رفتن. پیرمردا جلوی در خونه هاشون می ایستادن و حال احوال کوتاهی می کردن. فانوسا یکی یکی روشن می شدن، نه برای روشنایی زیاد، برای دلگرمی. گربه ها گوشه کوچه ها لم داده بودن و به زندگی نگاه می کردن. یه نسیم ملایم می خورد به صورت آدم و خستگی روزو می برد. تهران اون روزگار شلوغی امروزو بلد نبود، صبور بود. زمان انگار آهسته تر راه می رفت. کسی هم عجله‌ای نداشت. شب که می اومد با خودش آرامش می آورد، نه نگرانی. آدما دلشون خوش بود به همین چیزای ساده ی هر روز. نه کسی دنبال اتفاق عجیب بود، نه منتظر معجزه. همه چیز سر جاش بود، درست همونطور که باید. کوچه ها خاموش می شدن، اما دل شهر روشن می موند. و درست از همین سکوت آروم قصه ما یواش یواش شروع میشه. دکان چراغسازی ته یکی از همون کوچه های باریک بود، بی ادعا و ساکت. یه مغازه کوچیک با در چوبی قدیمی که همیشه یه خورده جیر جیر میکرد. پشت ویترین ساده‌اش چند تا فانوس نفتی آویزون بود که نور کمجونی میدادن. بوی نفت و فلز گرم شده قاطی هم میشد، ولی آزاردهنده نبود. صاحب مغازه میرزا رضا مردی بود که کمتر حرف میزد و بیشتر گوش میداد. نه اخم میکرد، نه لبخند پهن میزد، اما نگاهش مهربون بود. هر روز صبح زود می اومد، جارو می کشید و وسایلشو با حوصله می چید. انگار با هر چراغ یک تیکه از دلش هم صاف می کرد. مشتریا زیاد نبودن، ولی هر کی می اومد دست خالی نمی رفت. میرزا رضا بلد بود بی سر و صدا کار مردم رو راه بندازه. اگه چراغی درست نمی شد راستش رو می گفت، نه وعده می داد نه بهونه می آورد. وسط روز وقتی بازار شلوغ می شد دکان اون هنوز آروم بود. گاهی فقط صدای سوهان یا تق آروم ابزارها شنیده می شد. یه لیوان چای لب پریده همیشه گوشه ی میز داشت که یواش یواش سرد می شد. میرزا رضا
اهل نشستن تو قهوه خونه نبود. همون مغازه براش بس بود. کسی از زندگیش زیاد چیزی نمیدونست و خودش هم تعریف نمیکرد. فقط معلوم بود سالهاست همین جاست و جاشو عوض نکرده. کوچه مرد کم حرف و خوب میشناخت و بهش عادت داشت. غروب که میشد سایه میرزا رضا با دکانش یکی میشد و درست همینجا توی این سکوت ساده قصه عمق بیشتری میگیره. غروب که از راه میرسید میرزا رضا کار دستش رو جمع میکرد و بی عجله میخواست که بره خونه. چراغا رو یکی یکی خاموش میکرد، اما همیشه یکیشون جا میموند. یه فانوس کوچیک بود، نه نو نه خیلی قدیمی، درست اندازه دل آدم. اونو میذاش روی تاقچه بالای در، جایی که از کوچه هم دیده میشد. بعد با حوصله فتیلش رو مرتب میکرد و یکم نفت میریخت. وقتی روشنش میکرد نورش تند نبود، نرم پخش میشد. نه چشمو میزد نه تاریکی رو میترسوند، فقط بود. میرزا رضا چند ثانیه بهش نگاه میکرد، انگار چیزی یادش میومد. بعد در مغازه رو میبست و کلیدو آهسته میچرخوند. چراغ اما میموند و شبو تنها نمیذاشت. اهل محل به این کار عادت کرده بودن. کسی تعجب نمیکرد. بعضیا میگفتن برای خیر و برکته، بعضی هم چیزی نمیگفتن. خودش هیچ وقت توضیحی نمیداد، نه لازم میدید نه دوست داشت. چراغ هر شب همون جا میسوخت، چه بارون میومد چه هوا صاف بود. نورش میافتاد روی دیوار کاهگلی روبرو و گرمش میکرد. کوچه با اون چراغ زنده تر به نظر می رسید. حتی رهگذرها ناخودآگاه قدمشون رو آهسته تر بر می داشتن. انگار یه چیز آروم تو هوا پخش می شد. میرزا رضا می رفت ولی چراغ می موند و شب با همون نور کم دلش قرص تر می شد. اون شب هوا زودتر از همیشه سرد شد. از اون سرماهای آرومی که یواش میره تو استخون. بازار بعد از غروب خلوت شده بود و مغازه ها دیگه چراغ نداشتن. پسر بچه‌ای لای همون راهروهای بلند ایستاده بود و دور و برش رو نگاه میکرد. اسمش یونس بود، لاغر و کوچیک، با یه قبای کهنه که اندازش نبود. صبح با یکی از کاسبا اومده بود، اما ظهر به بعد کسی سراغش رو نگرفته بود. نه گریه میکرد نه شلوغ، فقط دلش میخواست راه خونه رو پیدا کنه. هرچی جلوتر میرفت کوچه ها براش ناآشناتر میشدن. صداها کم شده بود و فقط صدای نفس خودش رو میشنید. دستاشو تو آستینش قایم کرده بود تا گرم بمونه. گاهی می ایستاد و به سقف بازار نگاه میکرد، شاید نشونه ای ببینه. نه جرأت داشت صدا بزنه، نه کسی بود جواب بده. خستگی روز روی شونه هاش سنگینی میکرد. قدماش کوتاه و مردد شده بودن. نمی ترسید، شجاع بود، فقط مونده بود چی کار کنه. یاد حرف مادرش افتاد که گفته بود همیشه دنبال نور بگرد. همین فکر باعث شد
سرشو بچرخونه. از دور یه روشنایی کوچیک لابلای تاریکی پیدا بود. نه بزرگ بود نه درخشان، اما فرق داشت. یونس همونجا فهمید باید به همون سمت بره و آروم آروم راه افتاد، با دل کوچیکی که امیدوار مونده بود. یونس که جلوتر رفت فهمید اون نور از یه فانوس کوچیک میاد. نورش از بالای در یه مغازه جمع و جور میریخت تو کوچه. در بسته بود، اما فانوس انگار منتظر کسی مونده بود. پسر بچه نزدیکتر شد و چند لحظه همونجا وایساد. نمیدونست در بزنه یا نه، فقط دستاشو به هم میمالید. همون موقع صدای پا از پشت سرش اومد. آروم. میرزا رضا بود که برگشته بود چیزی از مغازه برداره. نگاش که به یونس افتاد تعجب نکرد، فقط مکث کرد. با صدای نرم گفت: دیر وقت پسر جون، اینجا چی کار میکنی؟ یونس سرشو پایین انداخت و گفت: گم شدم. گریه نمی کرد، داستان الکی هم نمی ساخت، همونقدر که لازم بود گفت. میرزا رضا درو باز کرد و گفت: بیا تو. داخل مغازه گرمتر بود و بوی چای می اومد. یه چارپایه جلوش گذاشت و گفت: بشین. هیچ سوال اضافه‌ای. سماور رو روشن کرد. یه لیوان چای ریخت و داد دست یونس. گفت: اول گرم شو، حرف بعدن میزنیم. پسر بچه نفس راحتی کشید. اونجا زیر نور همون فانوس دلش آروم گرفت و فهمید بعضی پناه ها بی حرف و بی ادعا هستن. چای که بخار کرد و دستای یونس جون گرفت، سکوت بینشون نشست. نه از اون سکوتای سنگین و معنادار، از همونایی که آزار نمیده، آرامش میده. میرزا رضا یه گوشه نشسته بود و به فانوس نگاه میکرد. بعد انگار تصمیمش رو گرفت. آهسته شروع کرد به حرف زدن. گفت: سالها پیش یه پسر همسن و سال یونس داشته. یه روز شلوغ تو همین بازار دست پسر از دستش ول شد. دعوا نبود، بی دقتی هم نبود، کار یه لحظه بود. هرچی دنبالش گشت، صدا زد، نشنید. اون روز بازار خیلی بزرگتر از همیشه به نظر می رسید. شب که شد، چراغا خاموش شدن، دلش خاموش نشد. روزا گذشت، هفته ها اومد و رفت، خبری نشد. هیچ نشونه‌ای، هیچ ردی. میرزا رضا گفت: بعضی نبودن ها یاد آدم میمونن، درد دارن، خوب نمیشن، فقط هستن. از همون وقت شبا چراغ رو روشن میذارم، نه به امید برگشتنش، به خاطر راه. گفت: شاید یه دل گم شده و دنبال نور میگرده. یونس آروم گوش میداد و چیزی نمیگفت، فقط فانوس بینشون میسوخت و گذشته بی سر و صدا خودشو نشون میداد. صبح که کم کم از راه رسید، هوا رنگ عوض کرد و کوچه نفس تازه‌ای کشید. یونس گوشه ی مغازه، همونجا که گرم تر بود، آروم خوابش برده بود. میرزا رضا پتو رو آهسته روش کشید، طوری که بیدار نشه. فانوس هنوز روشن بود،
نه از سر عادت، از سر دل. نورش افتاده بود روی دیوار و انگار شب و تا صبح نگه داشته بود. با اولین صدای خروس میرزا رضا در مغازه رو نیمه باز کرد. هوای صبح سرد بود اما دیگه اذیت نمی کرد. یونس چشماشو مالید و نشست، گیج ولی آروم. میرزا رضا براش یه تیکه نون و پنیر گذاشت جلوش. هیچی نگفت، فقط لبخند زد. بعد که خورد و جون گرفت پرسید خونتون کجاست؟ راه و دقیق و ساده نشونش داد بدون پیچوندن. گفت اگه دیر شد یا راهو گم کردی همون کاری رو بکن که دیشب کردی. یونس حرفشو خوب میفهمید. بلند شد، لباسشو مرتب کرد و تشکر کرد. چند قدم که رفت برگشت و یه نگاه به فانوس انداخت. نورش تو روزم معلوم بود، انگار هنوز حرف داشت. میرزا رضا همون جا ایستاده بود، تماشاش میکرد. بعد در و بست و برگشت سر کارش. شب که دوباره رسید فانوس باز سر جاش بود. نه برای یه نفر، برای هر دلی که شاید یه شب راهشو گم کنه. قصه ما به سر رسید، کلاغه به خونش نرسید.